دلم میخواد بلندترین برج دنیا رو ببینم، قشنگترین فرودگاه جهان رو ببینم. دلم میخواد هتلم جای لوکسی باشه، دنیا رو کشف کنم، جایی که دوست دارم دوچرخه سواری کنم. دلم میخواد صبحونم رو تو این ارتفاع توی استخر بخورم. ایران و غیر ایرانم نداره، دریا رو ببینم. منم دوست دارم از برندهای مورد علاقم خرید کنم، وسط پاساژ قایق سواری کنم، دین و فرهنگ آدمای دیگر رو کشف کنم، ببینم برندهای گنده دارن چیکار میکنن. منم دلم میخواد وسط اقیانوس کایاک سواری کنم، خفن ترین جنگل دستاز دنیا رو ببینم، یا حتی سوار بلندترین چرخ و فلک دنیاشم. هتلم شبیه به یک جنگل باشه و حتی قشنگترین خطوط هوایی دنیا رو ببینم. دل منم دیدن باغ ارکیده ها رو میخواد، دیدن غروب رو ساختمونای کلاسیک و نشستن جلوی دریا رو میخواد. دلم میخواد پاهام شنا رو، دستام صدف ها رو لمس کنه. منم دلم میخواد ببینم خونه خدا تو کشورهای مختلف چجوریه. دلم میخواد اینجا بخوابم و ریلکس کنم، توی دشت بدوم و روی پدل بورد غروب آفتابو ببینم. دلم میخواد خواننده‌های مورد علاقم هر وقت کنسرت گذاشتن برم، تلکابینای کشورهای مختلف و سوار شم، گل مورد علاقم و هر وقت میخوام بخرم، سوار موتور شخصی خودم شم، برای خونم چیزای خوشگل بگیرم، یا حتی به پوست و موه و زیبایی برسم. منم دلم میخواد تولدمو جشن بگیرم، حتی روی کشتی کروز. دلم میخواد هر وقت خسته شدم ماساژ بگیرم، اما مستلزم همه اینا کار کردنه، شبانه روز کار کردنه.